چالش تخم مرغ داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه 6 تا تخم مرغ توی این سبده که از این 6 تا 5 تاشون پخته است، یه دونش خامه و ما قراره که دونه دونه اینو بزنیم تو سر خودمون. بله. با سنگ‌ها آزمایشی میریم که ببینیم کی اولیه رو برمی‌داره، چون امکان داره هم اولی هم خام باشه. هیچی این ویدیو مشخص نیست. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. برو. من برم اول. آره دیگه، تو باختی، امکان داره اولیه بدتر نه تخم خام نبود. خام نبود. خدا رو آره. شکر. من اول فکر کردم. آره. آیا این نه دیگه، این تو نظرش نظرم 5 3 2 1. آیا خامه؟ چقدر درد داره. آره. ولی پخته است. پخته است. وای. خام نباشه تو. نه خام نبود. من ترجیح میدم رو موام بتره کنمش. خدا سریعش نمیم چرا احساس کنم خامه، ولی آدم باید به حسش شجاعت داشته باشه. شجاعت باید داشته باشه. احتمالا خامه. وای چه گندی زده شد.